به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و خسته نباشید میگم به کاربران محترم آکادمی مجازی آموزش 98. مسلم فلاح نیاد هستم، مدیر وبسایت آموزش 98.com با جلسه 80 دوره آموزش استاد وردپرس 0 تا 300 در خدمتتون هستم. بریم سراغ ادامه آموزش. خب قسمت پس زمینه رو به صورت مفصل بهتون توضیحاتش ارائه کردم و میخوایم بریم سراغ سربر. روی گزینه سربر کلیک میکنیم و توضیحاتشو بهتون میدم. منتها قبل از توضیح دادن در رابطه با سربر باید خدمتتون عرض کنم که بازم تکرار میکنم، شما اگر یه قالب دیگه ای رو اکتیو کرده باشید، مثلا قالب 2016 رو اکتیو کرده باشید، فعالش کرده باشید، ممکنه که قالب 2016 یک سری از امکاناتی که توی یه قالب دیگه داشتید رو نداشته باشید. مثلا یک سری از امکاناتی که توی جزئیات پوسته قالب 2016 دارید رو توی مثلا این قالب شاید نداشته باشید. بنابراین من الان که قالب 2016 رو فعال کردم روی جزئیات پوسته کلیک میکنم، میبینید یک سری از گزینه‌ها این زیر هست ولی گزینه اینستال پلاگینز رو نداره که من در رابطه با اینستال پلاگینز بهتون توضیحاتی رو حالا ارائه میکنم. الان اگر سویوا فری رو فعال بکنم و بعد بیام جزئیات پوسته رو بزنم به این شکله. اگر دوباره بیام مثلا میگم این قالب فرزند سویوا فری رو فعال بکنم، ببینید بازم همون امکانات رو که والدش داشت یا در واقع پدرش داشت، حالا شاید هم برای مزاح بگیم مادرش داشت، این هم داشته باشه. خب ببینید الان سویوا فری دیگه فقط حالت پیشنمایش داره و فعال کردن و اینجا هم که الان جزئیات رو میبینید یه همچین گزینه هایی رو دیگه نداره چون این قالب هایش کدومشون فعال نیستن. پس تفاوت یه قالب فعال رو با قالب غیر فعال هم میشه از اینجا فهمید. خب جزئیات پوسته رو زدیم روی اسنیک لایت و سربر رو میخوایم توضیح بدیم. روی سربر کلیک میکنیم، میاد توی این صفحه. این صفحه ای که این کنار مشاهده میکنید، گزینه هایی که این کنار میاد کلا مربوط میشه به بخش سفارشی سازی قالب های وردپرسی که کلا توی بخش سفارشی سازی قالب های وردپرسی وقتی که توی قسمت پیشخوان وردپرس قرار میگیرید، توی قسمت نمایش پوسته ها، توی قسمت نمایش گزینه‌ای داریم تحت عنوان سفارشی سازی که زیر پوسته ها قرار گرفته. وقتی روی سفارشی سازی کلیک میکنید دقیقا همین منو میاد با جزئیات بیشتر، ولی من چون از اینجا روی قسمت سربر کلیک کرده بودم فقط قسمت سربرگ این تنظیمات رو داشت به من نشون میداد. حالا من میخوام که بهتون در رابطه با سربرگ توضیح بدم و بگم که کارش چیه و کاربردش چیه. خب این ضربدر باعث میشد منو بسته بشه، تغییرات رو ذخیره میکرد، این برمیگشت توی تنظیمات کلی. ببینید الان برگشته توی تنظیمات کلی. من میخوام روی سربر کار کنم، میام پایینتر دوباره روی تصویر سربر کلیک میکنم، میاد توی این منو که داشتم. اگر اینم بزنم برمیگرده توی بقیه تنظیمات، اینو بزنم دوباره برمیگرده توی تنظیمات سربر. خب حالا میگه در حالی که میتوانید پس از کلیک افزودن تازه تصویر را به اندازه دلخواهتان برش بزنید، پوسته شما سربرگی با بلندای 0 پیکسل را پیشنهاد میکنم. حالا من میام چیکار میکنم؟ پنهان کردن تصویر رو میزنم، این تصویر میره. خب الان البته نرفت، مشکلی نداره، به خاطر یه سری تنظیماتیه که من انجام دادم این تصویر رو نبرد، اشکال نداره. من اینجا وقتی که افزودن تازه رو بزنم میتونم تصویر جدیدی رو انتخاب کنم. من افزودن تازه رو میزنم، این تصویری که داشتم رو انتخاب میکنم و انتخاب برش رو میزنم، صرف نظر از قاب بری رو میزنم. ببینید که این تصویر رو میاد به عنوان تصویر هدر یا سربرگ قرار میده و این تصویر توی سایت من به نمایش در میاد. حالا اگر بخوام تصویرم رو تغییر بدم میزنم افزودن تصویر تازه. بعد از زدن افزودن تصویر تازه میتونم بیام بارگذاری پرونده بزنم، گزینش پرونده تصویر جدید انتخاب کنم، یا میتونم از توی کتابخونه پرونده‌های چند رسانه‌ای که قبلا تصاویر رو آپلود کردم یه تصویر رو به عنوان نمونه انتخاب کنم. بعدم بریدن تصویر بزنم، تصویر رو ببرم بر اساس اندازه‌ای که نیاز دارم، یا صرف نظر از قاب بری بزنم. خب من میگم صرف نظر از قاب بری نمیخوام تصویر رو برش بزنم، تصویر با اندازه‌ای که داره اینجا به این شکل به نمایش در میاد و
برای من روی سایت قرار میگیره. اون تصاویری هم که قبلا بارگذاری شدن اینجا نمایش داده میشه. بعد حالا میخوام بهتون در رابطه با پنهان کردن تصویر توضیح بدم. وقتی که روی این پنهان کردن تصویر کلیک بکنم، این تصاویری که قبلا آپلود شده رو از بین نمیبره از اینجا، فقط تصویر پیشنهادی خودشو در نظر میگیره. پس من اگر یه مرتبه دیگه افزودن تصویر تازه بزنم، تصویر رو انتخاب بکنم، تصویر ست میشه، این بالا قرار میگیره، پنهان کردن تصویر رو بزنم، تصویر میره و این تصاویری هم که این زیر قرار گرفتن تصاویری هستن که قبلا انتخاب کردم و اینجا قرار گرفتن. اگر بخوام کلا از این باکس هم بره، یعنی از این باکس بره، ضرب درش رو میزنم روی هر کدوم از تصاویری که نمیخوام روی هدر قرار بگیره، روی سربرگ، ولی اینا توی رسانه باقی میمونن و حذف نمیشن. بعد اگر بیام پایین و روی گزینه نمایش اتفاقی سربرگ‌های بارگذاری شده کلیک بکنم، یه اتفاقی رخ میده. این اتفاق مبنی بر اینه که این تصاویر رو به عنوان تصاویر اتفاقی در نظر میگیره، این دوتا رو، و بعد میاد وقتی که روی این کلیک کردم و ذخیره زدم، بعضی وقتا میبینیم ممکنه این تصویر رو نشون بده، بعضی وقتا ممکنه این تصویر رو نشون بده. حالا اگر صفحه اصلی سایت رو رفرش بدیم، ببینید الان فعلا تو روی این تصویره. خب بعد مثلا میگم یه کار دیگه میکنیم، میریم صفحه بعدی، میدونم یه رفرشی میدیم، یه تغییراتی ایجاد میکنیم، بعد میایم نگاه میکنیم چه جالب، تصویر هدر دیگری که انتخاب کرده بودیم رو برای ما قرار داده. دوباره بک میزنم، برمیگردم و یه چند تا رفرش بدم ببینم که تصویر عوض میشه. نه خب ببینید تصویر عوض شد. البته این قابلیت ها متعلق به این قالب هست و روی هر قالبی ممکنه ما این قابلیت رو نداشته باشیم. اگرم پیشنهاد شده رو انتخاب بکنم، تصویری که خودش پیشنهاد کرده رو انتخاب میکنه و بعد اگر بیام بگم نمایش اتفاقی سربرگ‌های پیشنهادی، این باعث میشه سربرگ‌هایی که خودش پیشنهاد میکنه رو نمایش بده. ولی اگر بزنم نمایش اتفاقی سربرگ‌های بارگذاری شده، اون سربرگ‌هایی که بارگذاری کردم و اینجا قرار گرفته و ضرب درشون رو نزدم و میتونم ست کنم و با هر بار رفرش کردن یا چند لحظه بعد از رفرش کردن مثلا یک تصویر حالا هدر دیگه یا تصویر سربرگ دیگه ای رو که اینجا بارگذاری کرده بودم نمایش بده. تصاویر پیشنهاد شدهش هم که فعلا همین یه دونه است. وقتی که روی این کلیک بکنم کلا اینو انتخاب میکنه، اما وقتی بگم نمایش اتفاقی سربرگ‌های پیشنهادی هر چند تا که خودش پیشنهاد داده باشه رو وقتی که ذخیره کنم به عنوان تصویر سربرگ لحاظ میکنه و برای ما به نمایش در میاره. حالا من مثلا میخوام بگم نمایش اتفاقی سربرگ‌های بارگذاری شده، کاری به اون ندارم، روی این کلیک میکنم ذخیره و انتشار. اگرم بخوام پیشنهادی باشه میام روی این کلیک میکنم، چون پیشنهادی یک مقدار زیباتر بود میام میذارم روی پیشنهادی، ذخیره و انتشار رو میزنم، بعد میام صفحه سایت رو رفرش میدم، یه همچین حالتی میگیره به خودش. چیز جالبی که بودش اگر دقت کرده باشید، این منوهای پایین تماس با ما و نمیدونم فلان و فلان این پایین بود، الان چرا اومد اینجا؟ یه همچین حالتی به خودش که چه جالب شد. درباره من رو بازش میکنیم و یک سری جزئیات بیشتری در اختیار ما قرار میده. حالا من در رابطه با این موارد باز بهتون توضیحات کافی و وافی رو ارائه میکنم. بذارید اینو میاریم. خب ببینید کامل نشون نمیده، اینجا نمیاد مثلا زیر منوهاشو باز کنه و نشون بده. اینم ضرب در بزنم دوباره برمیگرده. حالا مسئله که وجود داره اینجاست که اگر من برم بالا و برگردم توی تنظیمات کلی، یعنی از سربرگ برگردم به تنظیمات کلی، اگر تنظیمات جنرال من توی قسمت لیوت روی مینیمال لیوت باشه یک حالت این شکلی به خودش میگیره. اگر روی دیفالت لیوت باشه مثلا یه حالت دیگه‌ای به خودش میگیره. این میشه فول وید، اینو جمعش کنیم اینجوری میشه مثلا میگم. خب دوباره باز بیارم اینجا یه سری تنظیماتی وجود داره که ما در واقع میتونیم اون تنظیمات رو بسته به سلیقه خودمون انجام بدیم. ببینید این یه همچین حالتی به خودش میگیره. و حالا در رابطه با هدر باید توضیحاتی رو بدم. ما اومدیم توی جنرال و بخش تنظیمات عمومی، رفتیم توی قسمت سیتینگ. توی قسمت سیتینگ اینجا یه عالم گزینه داره. مثلا اگر من بخوام جزئیاتی رو در رابطه با این نوشته قرار بدم، توی بخش کامنت
ببینید الان یه چیزی دیگه که وجود داره، این یک اسکرول نایس، یک اسکرول زیباست. اگر این رو برابر با نو قرار بدم، اسکرول من میشه شبیه این یکی، یک مقداری زشت میشه. بنابراین گزینه‌هایی که اینجا دارید می‌بینید، مثلا الان کامنت رو فعال کنم، اینجا یک سری گزینه دیگه اضافه میشه که در رابطه با نوشته هاست. سرچ آیتم، البته تک به تکشون رو باید فعال کنیم تا تمام موارد بیان. بعد یه چیز دیگه که هستش، مثلا این آیکون بک تو تاپ رو اگر نو بذارم دیگه نمایشش نمیده، یس بذارم نمایش میده. بنابراین این قالب ها توی قسمت سفارشی سازی معمولا یک سری آپشن هایی رو در اختیار ما قرار میدن که در واقع ما میتونیم روی این سیستم قالب تسلط بیشتری داشته باشیم و استفاده بهتری ببریم از سیستم. البته همیشه تمام تنظیمات یک قالب رو توی قسمت سفارشی سازی نمیذارن. بعضا روی بعضی از قالب های حرفه‌ای‌تر میان اصلا پنل تنظیمات اختصاصی می‌نویسن براش. اینجوری نیست که توی این منو بیاد خودش توی پیشخوان اصلا کلا یه پنل مجزایی داره برای خودش به صورت کلی. دوباره برمیگردم بالا، میام اینجا. حالا میخوام بیام توی قسمت لیوت. وقتی که وارد قسمت لیوت میشم، توی قسمت هدر لیوت 5 تا لیوت داریم برای هدر. وقتی که روی لیوت اول بذاریم یه همچین ظاهری به خودش میگیره. وقتی روی لیوت دوم بذاریم یه همچین ظاهری به خودش میگیره. وقتی که روی لیوت سوم بذاریم یه همچین ظاهری به خودش میگیره. وقتی که روی لیوت چهارم بذاریم یه همچین ظاهری به خودش میگیره. وقتی هم که روی لیوت پنجم بذاریم یه همچین ظاهری به خودش میگیره و هدر رو و سربگ رو به نمایش در میاره. در حالت پیش‌فرض از روی لیوت وان هست و سربرگی رو به ما نشون نمیده. من تصویر پس زمینه رو حذفش کرده بودم. اگر بخوام تصویر پس زمینه رو برگردونم، میام توی لیوت و بعد میام توی بک میزنم و بعد میام توی تصویر پس زمینه و انتخاب تصویر پس زمینه رو میزنم. مثلا این تصویر رو میخوام، انتخاب تصویر رو میزنم، اینو اینجا قرار میده. حالا دوباره بک میزنم، میام توی تنظیمات کلی و بعد میام توی تنظیمات سربک. خب درسته، بک میزنم، حالا میام توی جنرال و بعد میام توی لیوت و بعد اینجا لیوت هدر لیوت رو برابر با 5 قرار میدم. دقت داشته باشید که هدر رو ست کرد و پس زمینه رو هم برام قرار داده. بنابراین این تنظیماتی که شما دارید اینجا مشاهده میکنید به نوعی یک مقداری شاید در وهله اول براتون پیچیده به نظر بیاد، اما خیلی هم پیچیده نیست. من تک تک این منوها و موارد رو روی این قالب بهتون آموزش میدم تا با بخش سفارشی سازی یک قالب وردپرسی به صورت مفصل آشنا باشید و بعد میریم سراغ ادامه داستان. تا همینجا در رابطه با بحث سفارشی سازی فعلا کفایت میکنه. میخوام ذخیره و انتشار رو بزنم و بعد هم این ضرب در رو بزنم، برگردم توی صفحه پوسته ها، جزئیات پوسته رو ببینیم و بریم سراغ اینستال پلاگینز. میخوایم در رابطه با اینستال پلاگینز توضیحاتی رو ارائه کنیم. دوستان عزیز دقت داشته باشید که مثلا میگم وقتی که شما یه ماشینی میخرید، یه خودرویی رو از شرکت مثلا سایپا میخرید، از شرکت ایران خودرو میخرید، از شرکت نمیدونم حالا مختلف، از شرکت‌های مختلف یه خودرویی رو میخرید، معمولا اینا میان رده بندی میکنن خودروها رو. مثلا میگن این خودرو، مثلا خودرو پارس مثلا اینقدر قیمتشه، بعد مثلا پارس تندر اینقدر قیمتشه، مثلا خودرو پارس با این امکانات و این امکانات اینقدر قیمتشه، با این امکانات و این امکانات اینقدر قیمتشه. این امکاناتی که در واقع این شرکت‌های خودروسازی در اختیار فروشنده قرار میدن، خب هزینه داره دیگه، درسته؟ امکاناتی که به این ماشین ها و به این خودروها اضافه میشه در اینجا برای ما به عنوان یک پلاگین و مکمل کاربرد داره. پلاگین ها قسمت های جالب و جذابی رو به سیستم مدیریت محتوای وردپرس اضافه میکنن. شما اگر یک طراح و توسعه دهنده وب با زبان PHP باشید، وقتی که یک مدیریت محتوا برای خودتون بنویسید
برای اضافه کردن هر قسمتی به سیستم باید کدنویسی بکنیم. مثلا اگر شما تمایل داشته باشید توی وبسایتتون قسمت تماس با ما داشته باشید که با کلیک کردن توی تماس با ما بتونید ارتباط کاربر رو با خودتون برقرار بکنید، باید بیاید کدنویسی انجام بدید. اما خوشبختانه وردپرس سیستمی رو برای ما تعبیه کرده و امکاناتی رو در اختیار ما قرار داده با نام پلاگین که ما میتونیم این مکمل ها رو نصب کنیم روی وردپرسمون و در واقع مثلا میگم یکی از مکمل ها و پلاگین ها و افزونه هایی که ما میتونیم نصب کنیم که در اصطلاح به این مکمل ها هم پلاگین میگم هم افزونه میگن، میشه مثلا پلاگین کانتکت فرم 7. وقتی این پلاگین رو نصب میکنیم، این افزونه رو نصب میکنیم، میتونید صفحه تماس با ما ایجاد بکنید. یه برگه ایجاد میکنید، عنوانش رو میذارید تماس با ما و بعد با استفاده از افزونه کانتکت فرم 7 یک فرم تماس ایجاد میکنید و توی این برگه قرار میدید برای ارتباط کاربر با خودتون. بنابراین بحث پلاگین ها رو خیلی دیگه نیاز به توضیحات بیشتری نمیبینم. روی این اینستال پلاگینز کلیک میکنیم. معمولا بعضی از قالب ها که ما نصب میکنیم و قصد استفاده داریم نیاز به یک سری از پلاگین هایی دارن که خودشون این پلاگین ها رو به ما پیشنهاد میکنن که آقا این قالبی که نصب کردی اگر این پلاگین ها رو نصب نکنی یا کامل جواب نمیده یا ظاهر زیبایی نداره یا در واقع ضرورت داره که برای استفاده از این قالب این پلاگین ها رو نصب کنیم. و زمانی هم که یک قالبی که نصب میکنید و گزینه اینستال پلاگینز رو توی قسمت نمایش مشاهده میکنید یا توی جزئیات همون پوسته که فعال کردید مشاهده میکنید، توصیه 100% من اینه که اون پلاگین ها رو نصب و فعال سازی بکنید. خب وقتی که وارد صفحه نصب و فعال سازی پلاگین های این قالب میشیم، یک سری توضیحاتی رو باید خدمتتون عرض کنم که میذارم برای جلسه آینده. خب این جلسه از آموزش به اتمام رسید. قصد دارم از قرآن آیه رو براتون بخونم. ای کسانی که ایمان آورده اید، از آنچه به شما روزی داده ایم انفاق کنید، پیش از آن که روزی فرا رسد که نه خرید و فروشی در آن است و نه دوستی و نه شفاعتی، و بدانید که کافران همان ستمگران هستند که هم به خود ستم میکنند و هم به دیگران. سوره بقره آیه 254. در سوره بقره آیات 261 تا 266 داریم که مثل آنان که مال خود را در راه خدا انفاق میکنند مثل دانه ای است که 7 خوشه برآورد و در هر خوشه‌ای 100 دانه باشد. خدا پاداش هر که را که خواهد چند برابر کند. خدا گشایش دهنده و داناست. انفاق انسان را به بذری تشبیه میکند که به 700 دانه تبدیل میگردد. حضرت علی علیه السلام میفرمایند از بهترین نیکوکاری ها نیکی کردن به یتیمان است. من مسلم فلاح نیت قدم اول رو برداشتم در تولید آموزش‌های رایگان و قصد دارم حرفه‌ای‌ترین آموزش مرتبط با وردپرس رو در ایران پیاده سازی بکنم. از شما خواهش میکنم به جمع دوستان و خیرینی که در تولید این آموزش‌های رایگان به من کمک میکنن اضافه بشید. برای حمایتتون میتونید وارد وبسایت www.amozeshnamadash.com بشید، /pay رو آخر وبسایت وارد کنید و مبلغی که در توانتون هست رو از طریق این صفحه پرداخت کنید. مبلغ ها به ریال وارد میشه، 5000 ریال، 500 تومان، کمترین مبلغ ممکن هستش که میتونید حمایت کنید. مطمئن باشید این مبلغ خرج امرار معاش من نمیشه، خرج تولید آموزش‌های رایگان میشه و همون حکایت یک دونه به کار 700 دونه از خداوند پس بگیر میشه و این کار شما ثواب بسیار بسیار بالایی خواهد داشت. دوستانی که سوالات و مشکلاتی دارن در رابطه با این آموزش‌ها میتونن با وارد شدن به گروه تلگرام ما بپرسن و دوستانی که میخوان از آموزش‌ها توی تلگرام استفاده بکنن میتونن با وارد کردن آدرس 2ta0.o.ir توی مرورگرشون به کانال تلگرام ما وصل بشن. ببینید من الان توی مرورگرم 2ta0.o.ir رو وارد میکنم. اومد توی کانال آکادمی مجازی آموزش 98. فیلم‌ها رو میتونید از اینجا داشته باشید. و اگر وارد کنم 11o.ir میتونید وارد گروه تلگرام بشید و سوالاتتون رو بپرسید. دوستان و همراهان عزیز، از شما خواهشمندم دقت داشته باشید. هر کسی که از این آموزش‌ها قصد استفاده داره، با توجه به اینکه برای تولید این آموزش‌ها هزینه زیادی پرداخت شده، یعنی وقت و زمان زیادی گذاشتیم و یک سری خیر و یک سری افرادی که یتیم هستن هزینه کردن،
ازتون خواهش میکنم که بدون جلب رضایت شرعی به هیچ وجه این آموزش ها رو توی کانال و گروه و وبسایتتون درج نکنید و قرار ندید و در صورت درج آموزش ها در کانال و گروهتون و وبسایتتون حتما باید جلب رضایت صورت بگیره از طریق من و از شما خواهشمندم برای شادی روح رفتگان خودتون و رفتگان من در صورتی که این آموزش رو مشاهده میکنید فاتحه بخونید. امیدوارم که از این آموزش لذت کافی رو ببرید و تا جلسات بعدی آموزش شما رو به خداوند منان میسپارم. خدا نگهدار.